دوستان سلام. یه دونه کارتریج آوردم برای ما 21 گالنی که موقع کار کردن زوزه میکشید و بعد شیر فشارم فشار خیلی پایین رو نشون میداد 55 بار. مثلا همچین کارتریج این خیلی ضعیفه. عملا اینو باز کردن برای ما آوردن. این باز کردن مشخص شد که پوسته ترک داره. قشنگ مشخص عینکی ترک برداشته. حالا میخوایم باز کنیم ببینیم ایراد کجا بوده. چرا این پوسته ترک برداشته؟ پیچ های کارتریج، پینا، صفحه بالایی. دوستان من وقتی با دستمال تمیز میکنن این دستمال وقتی چیزی ازش جدا نمیشه که بمونه لای کارتریج، بعداً مشکل ساز باشه. موقع تعمیر حواستون باشه که دستکش نداشته باشید. بعد کل سطح باید تمیز باشه، آری از گرد و خاک و نخو اینا. این کارتریج عینک شکسته از اینجا، نگاه قشنگ مشخصه اگه ترک برداشته. عینکش هم خط جزئی انداخته ولی نسبتا عینکش سالمه، ولی متاسفانه این عینکی از اینجا قشنگ ترک برداشته. دیگه این عینکی به درد نمیخوره. تو بازار هست عینکی هایی که بخوام تهیه کنن بیارم برای تعویض. من این پمپو دوباره تعمیر کرد. خورشیدیش سالمه، مشکلی نمیبینم من. تیواش سالم. این مقدار روغنش کثیفه، این مقدار روغن کثیفه. دوستان حواستون به جهت تیوا باشه. این مقدار روغنش کثیف بوده ولی مشکلی نداره. این مقدار خط انداختم، مشکلی نداره. این کارت تغذیه خورشیدی سالم هست. ولی چرا باعث شده، چه چیزی باعث شده که این عینکی ترک برداره؟ خودش یک سوالی هستش که الان بهش میپردازیم. این گلیم پمپ کافیز هیچ مشکلی نداره. کامل سالمه. اورینگاشو در آوردن، اورینگای فاز فشارشو در آوردن بچه‌ها. اینو تثبیت کنمش. خب این عینکی حالا به نظر من احتمالاً وقتی که دستگاه روشن میشه تو حالت ستاره مثلث، تو حالت ستاره است، قبل از اینکه بره داخل مثلث زیر بار میره. شیرای هیدرولیکی زیر بار یا تحریک هستش. احتمال زیاد یک آن فشار خیلی زیادی به این پمپ وارد میشه. یعنی قبل از اینکه الکتروموتور دور برداره، پمپاژ بشه، پمپ کار بکنه، دستگاه از حالت ستاره بره تو حالت مثلث، شیرا تحریک بمونه، پمپ فشار خیلی زیادی تحمل میکنه به حدی که میخواد وایسه. یه زوزه شدید هم میکشه و میخواد وایسه. احتمالش هست فرصت ندادم برای دستگاه که از حالت ستاره بره به مثلث. این شاید یکی از دلایلش میشه، ولی این عینک باید تعویض بشه دیگه. عملاً این باید عوض کارهایشو نداره. حالا من شرح میکنم فعلا تا اینکه اولین فرصت یه دونه عینکی تهیه بشه. تعویض بشه. قاطر پمپ‌ها و مدارهای هیدرولیکی روغن کثیف، مشکلات برقی که باعث میشه قبل از اینکه دستگاه روشن بشه یا روغن
گرم بشه یا به اصطلاح الکتروموتور دور برداره، تحت فشار قرار میگیره، یک آن احتمال داره که عینکی بشکنه. از عینکیش معلومه چون هیچ گونه پله‌ای خطی نداشت، یه لحظه تحت فشار قرار گرفته و شکسته. دوستان ممنون که پیج ما رو دنبال میکنید و به دوستان خودتون معرفی میکنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.